سلام، روزتون بخیر. عرضم به حضورتون که امروز محوریت ویدیو معرفی ایسکای. ببین تا دلت بخواد ریخته. ایسکای به عنوان پارچه لاکوس و ایسکای به عنوان دستمال توالت کست و بقلم قانونی و ایسکای به عنوان شمشیر و از این کسچه رو زیاد ریخته. هم داستاشو یکیه. یارو میمیره وارد دنیایی میشه، کت میخواد کت معکوسش هم هست، یعنی طرف از اون دنیا میمیره بیاد این دنیا دنبال پوله. کلا دو نوع ایسکای داریم، همین ناست. جفتش هم کسچره، ولی خب اونایی که قابل دیدنه، سرگرمت میکنه واسه سر نمیره، سعی میکنم معرفی کنم و از این کسچره. مورد اول قهرمان محتاط، اونجایی که ما انگلیسیمون خیلی فوق العاده است، اینم کاندوم هیروه، کانتنت هیروه، چه کسچره. در اصل قهرمان محتاط اینا اکثرا این ایسکایی ها 5 خط اسم دارن. این داستانش داستان جالبیه و ایدهش هم ایده شبیه مثلا ایدهش تومارو. دیدید سینمایش تام کروز بازی کرده که یه مأموریتی و تکرار کنی تا به سرانجام بدی، هم چیزی. طنزش خوبه، آخرش یکم سنبلی تموم میشه، ولی خب یه فصل کوتاه، چیز زیادی نیست، ارزش دیدن داره. مثلا اگه بخوای ببینی ارزش داره. موضوع بعدی اوورلورده. اوورلورد هم از این قاعده مستثنا نیست. داستان گوشیه، طرف تو گیم گیر میکنه، گیری قویه، کسموس دورشه. تنها نکته جالبش اینه که ویلن داستان اون کاراکتر اصلیه، این دفعه هیروی خایمال نیست. ولی خب از یه طرف ببین چند فصل اول، یه فصل و فصل اولش خدای خوبه، در ادامه این استودیویی که میسازه خیلی کونگشاده، فایتر رو خلاصه کرده، نمیدونم کاراکترها رو حذف کرده، یه سریا رو. ولی خب بازم ارزش دیدن داره، آنچنان بد نیست. مورد بعدی دیول پارت تایم، شیطان پاره وقت، کیرم بسوزید. این کلا داستانش اینم درباره پوله. ایسیکای معکوسه، طرف اون دنیا کیرگلوف بوده، این دنیا لنگ پول میخواد. تو این هم خیلی ترند شد یه زمان، سکانس فایتشو گذاشته بودن، آره کیری خفن یا کیری خوبه. کلا یه فصل دو فصل یادم نمیاد، کلا تو کل انیمش 10 دقیقه فایت بود، بقیه‌اش دنبال پول بود. یعنی روزمره است، به عنوان انیمه فان خوبه این میخوای ببینی. مورد بعدی شبیه ساز زندگی در ایران، رزیرو. ببین شخصا من خودم حال نکردم باش. داستان این یه چیز پیچیده کلیشه‌ای داستانش، کلا یه گروهی هن اینا ضد اونن، ضد اینن، کیره خر. آره. بعد این پسره هر بار که میمیره ایسکاش این دنیا، هر بار میمیره یادش میونه خاطراتو. بعد مثلا میخواد جمع کنه اون گنده، دوباره گند میزنه. روندش خیلی کنده، حوصله‌ات سر میره. ولی اگه حوصله داری بشین ببین، بد نیست. الان فصل جدیدش هم داره میاد. مورد بعدی تناسخ به عنوان یک اسلایم اسمو. ارزم به حضورت که این 90% اوورلورده، یعنی بنده خدای میمیره، میری دنیای اسلایم میشه، آیکیوش بالاه، کسباز میشه، قوی میشه. ولی خب فرقش اینه این هیروه خایماله، اون هیرو نبود. اگه اوورلورد دیدی اینو نبین، بگم که اونو ندیدی اینم نبین، باز اونو ببین. این خیلی این گوگلیه، دید چیز خفنی نیست. ولی خب چیزی نداری ببینی میتونی ببینی، بعد نیست آنچنان. انیمه بعدی نقطه عطف دانش بشریت، بهترین انیمه تاریخ، قسمت 12 فصل 1، سورد آرت آنلاین. ببین دو قسمت 12 فصل 1 عالیه، یعنی میگی 10 از 10. یا ناگهان داستان اینجوری میشه، کست میکنه، هرم سرانا میندازه، خیلی قویه، میزنه، خیلی قویه، همین. یعنی فصل یکیشو دیدی دیگه ولش کن، واقعا ارزش نداره. خیلی دیدم آیا شداد آنسان ببین، کیریتو ببین، آیا کیرم تو کیریتو بره، انقدر چیز کسچری انت میره خدا شده. رایسینگ آف شیلد هیرو، یه خیزش معذرت. ببین این هم فصل یکی شبیه زندگی در ایرانه، فصل یکیش فوق‌العاده است، واقعا جذبت میکنه، داستان قویه، کلیشه خوبی داره. طرفم یه آدم خارکسته پول دوست، آقای خرچنگ، یه اصفهانی به تمام معناست. ولی خب از فصل 2 و 3 و 4 اینجوری میشه که آره من چون میدم بابت مردم، من عاشق مردم ده کیر. کسکش ما نشستیم انیمه ببینیم، شعار چرا میگی کسکش؟
آره از این جهت کوشر میشه. اون فصلی که ازش دیدن داره بقیه‌اش نه. مورد بعدی کنوسوبا. این شبیه ساز زندگی در اصفهان، پولوسی به تمام معنا. انیمه فوق‌العاده طنزیه، از لحاظ طنز عالیه. 2 فصل سینمایی فکر کنم، شاید 3 فصل نمیدونم، یادم نمیاد. و چیز خوبیه، پشیمون نمیشه از دیدنش. ایسکای فایت دارین که آره فایت فلان نداره، فایتی نیست آنچنان، بیشتر زندگی روزمره توی دنیای مثلا خیالی و کسچراست، ولی طنز خوبیه، میخندی. مورد بعدی از اونجایی که ما متوجه شدیم ما مخاطب دختر و خانم هم داریم، یه محتوای لوس گذاشتیم توش. خواهی مالی نیست کوبایشی همچی کسچری، خدمتکار خانم کوبایشی هم فارسی باز بوده. عرضم بوده این داستانش اینه که این زنه 18 یادم نمیاد مال این دنیا و یه دنیا دیگه. بعد این زنه کوبایشی میاد این کمک میکنه، خوب میشه، میاد میگه من میخوام خدمتکارت بشم. بعد چند نفر دیگه میکنن روزمره است، روزمره حالا یکم فوق تخیلی لوسه. من خودم دیدم احساس میگم فیلم بوی 14 سالم، ولی خب. مورد بعدی زندگی نامه سپهر حیدری، مشک و تنسه. اینم ایسکای طرف میمیره، بعد می دنیای ذهن بالغانه خودشو داره، جادو مادی یاد میگیره که چرا، بعد 5 تا دوست دختر داره، همشون میرن زیر کیری یکی دیگه، بعد یکیشون اصلا لیز میشه. بنده خدا هیچ کوزی آنچنان گیرش نمیاد. بعد نیست، چیز جالبیه. بسوزد زندان سوخچه گرم. مورد آخر این لیست هم فیت. ببین سری فیت خیلی زیاده، 10,000 تا سینمایی، 5,000 تا سریال مختلف، یونیورس های مختلف. زن جنه میمونه انقدر زیاده. ولی خب کلیت داستان شبیه مورتال کامبت، یه تورنمنتی 10 تا هیرو با کلاس های مختلف باید احضار کنی، اینا فایت بدن، یه جامی میدن آرزو کنی، همچه کسی. و تعریف های تاریخیش خیلی زیاده شد. مثلا شاهارتور، همین دختره که الان میبینی روی پوستر اصلی شاهارتوره، مثلا الان کس میام تو موساشی کسه، یا مثلا آرش کمانگیر فمبویه، یوسف پیامبر کسبازه، یه هم چیزایی هست. ولی خب سری زیاد داره. سری اصلیش یکیش همین فیت زیروه 2011، یکیش هم 2006 اگه خواستی ببینی، یا 2014. این از لحاظ داستانی ما فرق دارن. 2006 پسر شینجی عاشق این آرتوری همیشه آرتور میشه، تو سری 2014 عاشق یه دختر ریشو چی بسید یادم نمیاد عاشق میشه. اینش فرق داره، ولی خب در کلیت این دو سری بالیه. ببینید در پایان باید بگم که ایسکای مثل زن جنده است، خیلی زیاده، هموای مختلف ریخته. حالا اینا یه سری بود که ارزش دیدن داره، مثلا برای بچه تازه کار. اگه چیزی دیدی توی نیست نبود بگو، دیده باشم میگم، ندیده باشم که خوشبال تو دیدیم. شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.